انکودرهای فناک در بخش‌های گوناگون از صنایع مختلف مانند آسانسور و بالابرها، ماشین‌آلات CNC، آهن و فولاد، نوار نقاله‌ها، نساجی، پزشکی و رباتیک کاربرد دارند. معیارهای زیادی برای انتخاب انکودرهای افزایشی فناک وجود دارد. سوال اول، خواص مکانیکی اون چگونه خواهد بود؟ قطر سطحی که انکودر روی آن نصب می شود باید مشخص شود. فناک طیف گسترده و وسیعی از انکودرهای افزایشی با سطوح و اقطار مختلف دارد. آیا انکودر با کوپلینگ خواهد بود یا مستقیما به شافت موتور متصل می شود؟ باید فلنج گیره و فلنج سرو مشخص شوند. انکودرها با کوپلینگ و شافت توخالی که در صنعت به اونها هالو شافت نیز گفته می شود به شافت موتور متصل می شوند. بله، انکودر مستقیما به شافت موتور متصل می شود. قطر شافت انکودر باید مشخص شود و اینکه به چند کانال نیاز دارید. انکودر می تواند در مجموع 6 کانال داشته باشد. کانال های A, B, Z و سیگنال های معکوس. اگر یک انکودر 1024 پالس را به عنوان مثال در نظر بگیریم، A یعنی اگر فقط می‌خواهید در یک چرخش به 1024 پالس برسید، یا اگر می‌خواهید سرعت را اندازه‌گیری کنید، می‌توانید یک محصول را با یک خروجی انتخاب کنید. AB اگر می‌خواهید جهت استفاده همزمان سیگنال‌های A و B را داشته باشید، اختلاف فاز 90 درجه بین جهت سیگنال‌های A و B را می‌توان از این اختلاف فاز تعیین کرد. این اختلاف فاز همچنین به عنوان رابط رمزگذار کوادراتوری شناخته می شود. تبادل کوادراتوری بین دو سیگنال به شما کمک می کند تا وضوح را 4 برابر ABZ افزایش دهید. محصول با 3 خروجی دارای پالس شاخص Z است. پالس Z در هر دور یک عدد تولید می شود و برای تعیین نقطه مرجع AB و AB معکوس استفاده می شود. محصول با 4 خروجی نیز دارای سیگنال های فاز 180 درجه ای متفاوت نسبت به سیگنال های A و B خواهد بود. اگرچه این سیگنال ها سیم های بیشتری دارند، اما سیگنال هایی با مقاومت بالاتر در برابر نویز ارائه می دهند. اما این نوع معمولاً برای محصولات کابل بلند ABZ و ABZ معکوس در محصول 6 خروجی که به لاین درایو هم معروف هستند ترجیح داده می شوند. انتخاب سطح ولتاژ خروجی ورودی بسته به کاربرد، ولتاژ تغذیه ورودی و سطح ولتاژ دریافتی در خروجی ممکن است متفاوت باشد. انتخاب باید بر اساس سطوح ولتاژ مورد نظر انجام شود. ولتاژ تغذیه 5 ولت DC به علاوه 5 ولت DC است و سیگنال های خروجی دوباره در سطح TTL به علاوه 5 ولت DC خواهند بود. ولتاژ تغذیه 24 ولت DC می تواند باشد. در سطح ولتاژ مورد نظر بین مثبت 5 ولت DC و مثبت 30 ولت DC در خروجی انکودر، خروجی در سطح مثبت 5 ولت DC حاصل خواهد شد. این فرمت خروجی TTL 30 ولت DC نامیده می شود. ولتاژ تغذیه می تواند در سطح ولتاژ مورد نظر بین مثبت 5 ولت DC و مثبت 30 ولت DC در خروجی انکودر باشد. ولتاژ خروجی در سطح ولتاژ ورودی حاصل می شود. به عنوان مثال، اگر انکودر را با 12 ولت DC تغذیه کنید، سیگنالی با سطح 12 ولت DC در خروجی دریافت خواهید کرد. انتخاب وضوح یا رزولوشن انکودرهای فناک می تواند وضوحی بین 1 تا 2 میلیون پالس را ارائه دهد. می توانید وضوح را با توجه به الزامات کاربرد خود و فرکانس خواندن خواننده الکتریکی خود بسته به نوع کاربرد انتخاب کنید. کابل‌های اتصال کانکتورهای انکودرهای فناک می توانند به صورت شعاعی یا سطح پشتی باشند. طول کابل باید با توجه به فاصله بین خواننده و انکودر بسته به ناحیه‌ای که می خواهید استفاده کنید انتخاب شود.